آقای تقوایی، شما قراره در روز 12 ماه مهر در استکهلم سخنرانی داشته باشین به اتفاق خانم شهلا دانشور و آقای خلیل کیوان. عنوان سخنرانیتونم دو افق دو آینده است. میشه لطفاً در این رابطه برای شنونده هامون کمی صحبت بکنین که مقصودتون چیه از دو افق دو آینده؟ اگر بخوام خیلی خلاصه بگم که در وقت برنامه شما بگنجه، ببینید در جامعه ایران هم مثل همه جامعه دنیا چپ و راست داریم، نیروهای چپ، نیروهای راست، در اپوزیسیون و احزاب و شخصیت ها. حتی این تقسیم بندی معتبریه که فکر میکنم جامعه ایران هم درش استثنا نیست. مثل همه جای دنیا میشه این دو جهت رو دید. بنابراین بحث ما بر سر دو افق دو آینده اساساً افق آینده چپ و افق آینده راست در برابر جامعه ایرانه. مسئله اساسی جامعه ایران الان فقر و نابرابری و تشدید فشارهای اقتصادی است، به خصوص در اثر تحریم ها در این دوره. و وقتی از چپ و راست صحبت میکنیم، در واقع اینکه چه ایشوهایی به اصطلاح به قول انگلیسی، چه مسائلی روی میز میاد، این یه شاخص است. برای چپ مسئله فقر، مسئله نابرابری اقتصادی، مسئله این دره عمیقی که وجود داره بین الان میشه گفت 1% ها و 99% ها. در ایران هم بالاخره شما به اصطلاح وال استریت و مین استریت خودتون رو دارید. همونطور که در جنبش نیویورک، جنبش اشغال، به سمبل وال استریت سمبولی هست برای نشون دادن اون اقلیت 1% طبقه حاکم که همه ثروت و مکنت و قدرت جامعه رو در دست داره، و مین استریت سمبولی هست برای اون 99% جامعه آمریکا که از اینها محرومه. در ایران هم دقیقاً این تقسیم بندی هست. چپ این مورد نظرش است. حزب ما میخواد این دره عمیق از بین بره. حزب ما به معنا حزب 99% هست در مقابل 1% حاکم که از جمهوری اسلامی فراتر میره. جمهوری اسلامی فقط حکومتش هست. 1% صاحب الان میلیاردها به دلار میلیاردر در ایران. میدونیم چه بساطی را انداختن و قدرت رو در دست خودش متمرکز کرده. اون مافیای اقتصادی که معرف حضور فکر کنم همه هست. این یکی از مسائل هست. وقتی از آلترناتیو راست صحبت میکنید، اینا اساساً خواستای خودشون و آینده خودشون رو در قالب حقوق بشر و دموکراسی مطرح میکنن که به نظر ما اینها کافی نیست، به هیچ وجه کافی نیست. آزادی به نظر ما فقط به دموکراسی محدود نمیشه و یا حقوق انسان ها فقط به حقوق بشر محدود نمیشه. به عنوان نمونه مبارزه علیه فرض کنید اعدام یا لغو مجازات اعدام که خاص پایه‌ای حزب ما، من فکر کنم اکثریت عظیم مردم در ایران هست، در حقوق بشر اصلا بهش اشاره‌ای نشده. یا جدایی مذهب از دولت که باز یک خاص پایه اکثریت عظیم مردم ایران هست، در حقوق بشر بهش اشاره‌ای نشده. به این اعتبار بنابراین حقوق بشر نماینده مبارزه برای حقوق انسانی در دوره ما در قرن 21 نیست. یک نکته دیگه هم بگم، نیروهایی که حقوق بشر یا دموکراسی رو عمده و برجسته میکنن اساسا این رو به عنوان یک سمبولی به کار میبرن برای نشون دادن تعلق یا وابستگیشون به یک کمپ معینی در سیاست که اون کمپ دولت‌های غربی باشه، در حالی که ما شاهدین هستیم که اونجایی که برای حقوق بشر به طور واقعی مبارزه میشه، مثلا برای مبارزه برای حقوق پناهندگان، مبارزه برای حقوق زنان علیه آپارتاید جنسی، مبارزه علیه اعدام، مبارزه علیه سنگسار، برای حقوق انسان‌هایی که زیر سنگسار و اعدام تو اون جامعه جان و هستیشون به باد میره، این نیروهای بسیار مدعی حقوق بشر تو این عرصه‌ها من ندیدم حاضر باشن و یا حتی وقتی با ابتکار حزب ما این مبارزه شروع میشه در اونجا حضور به هم برسونن. بنابراین اختلاف نظری که هست بین نیروها، اختلاف نظر بسیار ناشی از خودخواهی یا غیره‌ای که معمولا میبینم اینطور تلقی میشه، سکتاریسم، خودخواهی، اختلافات شخصی، ناشی از اینها نیست. یک اختلاف سیاسی واقعی هست بین دو کمپ چپ و راست که در همه جای دنیا هست، در ایران هم شاهد اون هستیم. و وقتی ما میگیم دو افق دو آینده، در واقع داریم میگیم که یک افق آینده راست در برابر جامعه است، یک افق آینده چپ و تفاوت‌ها و جهتگیری‌های متفاوتی اینها دارن نمایندگی میکنن و در مورد این سخنرانی که ما گذاشتیم برای باز کردن این نکته است. حالا آقای تقوایی، این روزا خیلی صحبت از آلترناتیو میشه، خیلی صحبت از اتحاد میشه. حزب شما به اتحاد چجوری نگاه میکنه؟ ببینید، مسئله اتحاد از نظر ما یک مسئله است که
مربوط میشه به سیاست‌ها، اهداف، افق‌ها و جهتگیری‌ها. یعنی اختیاری و ارادی نیست که اتحاد در خود خوبه. یعنی مثلا بیایم بگیم که خب همه کسایی که علیه جمهوری اسلامی هستن یا میخوان جمهوری اسلامی بالاخره سرنگون بشه اینا متحد بشن. این نیت همه هست، نیت ما هم هست، خیلی خوبه اینطور باشه. ولی در قدم بعدی میبینید فرض کنید سر مسئله همین تهدید نظامی حمله آمریکا وقتی میخوان موضعی بگیرن اون اتحاد از بین میره. چون همین الان در مقابل حمله نظامی آمریکا گروهایی هستن که بر طبل تمامیت ارضی میکوبن و میگن ما از تمامیت ارضی دفاع میکنیم و وقتی آمریکا حمله کنه انقدر تمامیت ارضی برای ما مقدسه که ما مبارزه با جمهوری اسلامی و موقتا تعطیل میکنیم، در دفاع از تمامیت ارضی مقابل مثلا یورش آمریکا میستیم. خب این خط سیاست ما نیست. ما تمامیت ارضی و شعاری میدونیم، پرچم میدونیم که تحت اون عنوان همیشه مردم ایران به خصوص مردم منسوب به ملیت‌ها و اقوام دیگر رو سرکوب کردن. تحت عنوان تمامیت ارضی همیشه به کردستان هجوم بردن، آذری‌ها رو تحت فشار قرار دادن یا مردم دیگه منسوب به اقلیت دیگه. وقتی در چند سال قبل در اهواز و آبادان مبارزه شد، مردم برای واقعا رفاه، برای همون خواستایی که مردم اصفهان و شیراز هم دارن به خیابون اومدن، این نیروهای طرفدار تمامیت ارضی اونها رو به اسم به اصطلاح اعراب یا ناسیونالیسم عربی یا الاهواز و غیره کوبیدن یا باشون مخالفت کردن. ولی الان میبینیم که تمامیت ارضی که از به اصطلاح اصول مقدس نیروهای راست هست که اونها هم سرنگونی طلبن. این مثال رو زدم، مثالا زیاده برای اینکه نشون بدم که نفس سرنگونی طلبی هنوز کافی نیست. بس این داره که شما چه ارزش ها، چه آرمان ها، چه اصولی رو در سیاستتون دنبال میکنید. برای حالا شما بله آقای تقوایی، الان شما فکر میکنین که در این نیروهای اپوزیسیون با چه جریاناتی شما میتونین اتحاد داشته باشین؟ به شما نزدیک ما روشنه. ببینید ما با جریاناتی میتونیم اتحاد داشته باشیم که منافع اکثریت عظیم مردم ایران رو نمایندگی کنند. این شعاریه که اکثر گروه های اپوزیسیون دارن. خب نه، اینطور نیست. این رو میدونم همه ادعا میکنن، خود جمهوری اسلامی هم ادعا میکنه که اکثریت مردم رو نمایندگی میکنه. بس من ادعا نیست، بس من در سیاست واقعی به نظر من کسی که تمامیت ارضی یکی از اصول مقدسش است اکثریت عظیم مردم ایران رو نمایندگی نمیکنه. چون یک بخش عمده از مردم ایران به اصطلاح به گروه ها و اقوام و ملیت های دیگه منسوبن. وقتی شما میگید تمامیت ارضی همه اونا رو میذارید کنار. وقتی کسی کوروش کبیر براش مقدسه اکثریت رو نمایندگی نمیکنه، چون اون کرد یا اون آذری یا اون ایرانی منسوب به عرب یا بلوچ یا غیره کوروش کبیر لزوما براش مقدس نیست. اون قهرمانای خودشو داره. کسی که میاد میگه آریاییگری، هخامنشی، حقوق بشر و کوروش نوشت، خب کسانی که خودشونو در ایران آذری میدونن نمایندگی نمیکنن، یعنی بخش از این از جامعه. بنابراین بحث سر این نیست که خودشون چه ادعایی میکنن، در سیاست هاشون اکثریت عظیم مردم ایران رو نمایندگی نمیکنن. یعنی آقای تقوایی شما فکر میکنین که تنها گروهی که میتونه اینو نمایندگی کنه حزب شماست؟ هر حزب دیگه‌ای که کدوم حزب میتونین اسم ببرین؟ ببینید کل نیروهایی که در جامعه انسانیت رو محور میذارن، نه پرچم و کوروش و تمامیت مثلا برای نمونه نیروها رو شما خودتون برید تشخیص بدید. من از شما سوال میکنم چون من میگم همه نیروهای چپی که از برابری انسان‌ها دفاع میکنن، مثلا فقط حزب کمونیست کارگری ایران نیست، حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست ایران، احزاب دیگه هستن مثل فرض کنید حزبی که به خودشون میگن حکمتی است، نیروهای چپی که از دوره انقلاب 57 بودن، اینا همه با هم اختلاف دارن، ولی تو این جنبه‌ای که من میگم همه این نیروها اصولشون برابری و آزادی و رفاه همه انسان هاست. ببینید وقتی که من عضو حزب کمونیست کارگری ام، همونطوری که هر کی که عضو هر حزب دیگه طبعا فکر میکنه حزب خودش بهترین حزبه. نمیتونید انتظار داشته باشید من تو این حزب باشم فکر کنم احزاب دیگه بهتر مبارزه میکنن. خب میرفتم عضو اون احزاب میشدم. آزادی، برابری، رفاه به نظر من به طور منسجم پیگیر در تمامیت خودش حزب ما نمایندگی میکنه. آیا شما فکر میکنین تنها آلترناتیو آینده هستین؟ نه، ما این فکر رو نمی کنیم، چون آلترناتیو دست من و شما نیست. آلترناتیو مختلفی هستن تو جامعه. آلترناتیو مذهبی هم حتی هست، آلترناتیو نوع دوی خردادی هست، آلترناتیو نوع سلطنت طلب جمهوری خواه هست، همینا هستن. آلترناتیو مورد قبول شما، آلترناتیو مورد قبول شما
بله خب معلومه آلترناتیو مورد قبول من برنامه حزب خود منه، برنامه دنیای بهتره. آلترناتیو مورد قبول من آلترناتیویه که آزادی، برابری، رفاه رو بر پیشانیش نوشته و جزء اصول و جزء ارزش‌هاشه. آلترناتیو مورد قبول من آلترناتیویه که میگم ریاضت کشی اقتصادی و بعد بساطش از اون مملکت جمع کرد. آلترناتیو مورد قبول من آلترناتیویه که میگه تا وقتی سرمایه‌داری و بازار آزاد تو جامعه ایران هست، مردم ایران حتی دموکراسی به معنی کشور فرانسه هم به خودشون نخواهند دید. این آلترناتیو مورد نظر منه، یعنی حزب کنگره‌ای ایران. بقیه هم آلترناتیو خودشون دارن، به هم حق میدیم برای آلترناتیو خودشون مبارزه کنن. ولی این به این معنی نیست که من ساکت میشینم چون طرف سرنگونی طلبه یا چه فکر میکنیم باید همه نیروهای سرنگونی طلب متحد بشن نقد نمیکنم. به هیچ وجه اینطوری نیست. مبارزه همونطوری گفتم یک مبارزه عظیمی بین افق راست و افق چپ در اون جامعه برقراره، مثل هر جامعه دیگه‌ای. و ما وظیفمون تنها سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه وظیفمون مبارزه برای تحقق اون آلترناتیوی هست که فکر میکنیم آزادی، برابری، رفاه رو میتونه تو جامعه تامین کنه. همونطور که ممکنه سلطنت طلب‌ها فکر کنن که رضا پهلوی میتونه تامین کنه، یا جنبش سبز فکر کنه که مثلا احزاب سکولار سبز مثلا میتونن تامین کنن. هر کس حتما به این معتقده، ولی باید به رسمیت بشناسید اختلافات و نه تنها به رسمیت بشناسید، اجازه بدیم اکثریت مردم ایران این اختلافات رو ببینن تا بتونن به درستی انتخاب کنن. در نهایت این مردم ایران هستن که باید انتخاب کنن. برای اینکه انتخاب کنن باید ببینن تفاوت ما با جمهوری خواها، با سلطنت طلب‌ها، با سکولارهای سبز و غیر و غیری چیه و همونطور اونها هم باید بیان از آلترناتیو صحبت کنن. به نظر من بحث این که بیاین وحدت کنیم برای اینکه جمهوری اسلامی رو بندازیم، این جواب مردم ایران نیست. مردم ایران میخوان ببینن چی میگه تا انتخاب کنن و این حقشونه و باید اینطور باشه. حالا ما در سوئد زندگی میکنیم و نظام سیاسی سوئد به خصوص در گذشته برای بسیاری الگو و نمونه بوده. شما به این سیستم سیاسی چه نگاهی دارین آقای تقوایی؟ بالاخره سیستم حکومتی سوئد یک سیستمی هست که وقتی با رژیم مثل ایران مقایسه میکنید، بسیاری از حقوق مردم به طور نسبی اونجا رعایت میشه، در اینا رعایت نمیشه. ولی مسئله مقایسه با کشورهای عقب مانده تر نیست، مسئله مقایسه با اون جامعه‌ای که ما فکر کنیم در خور بشر قرن 21 هست و باید از اون برخوردار باشه. وقتی با این ایدئال مقایسه کنید، سوئد بسیار عقب‌تر از این ایدئال هست. حتی سوئدی که فرض کنید در 20 سال قبل یک نوع دولت سوسیال دموکرات روی کار بود و سوسیال دموکراسی مثلا دولت رفاه رو هنوز اصل خودش گذاشته بود و رفاه جامعه مهم بود برای اون دولت، یا بالاخره یکی از ارسای اصلی سیاستش بود که ما میدونیم که در کلا اسکاندیناوی به این شهره بود. این دیگه از بین رفته و همون سیاست‌های به اصطلاح ریاضت کشی اقتصادی، زدن از خدمات عمومی، زدن از حقوق کارگران، حقوق مردم و دست سرمایه‌دارها رو بازگذاشتن تا حد زیادی به سیاست‌های دولت سوئد هم تبدیل شده، مثل همه جای دیگه دنیا. به همین خاطر به نظر من حتی به این معنا در در 20 سال اخیر اگه حالا زیاد نخواهیم وسیع‌تر عقب‌تر بریم، عقب‌گردی می‌بینیم از این نظر. سیاست‌های راست در جامعه سوئد هم دست و بالا رو پیدا کرده. همونطور گفتم در هر حال در همه جوامع تناقض و کشمکش بین آلترناتیو راست و چپ است و دولت سوئد در این دهه اخیر به خصوص 20 ساله و به خصوص دهه اخیر مدام به راست چرخیده و همونقدر از دستاوردهایی که به یمن مبارزات کارگران، مبارزات زنان، مبارزات بخش‌های مختلف جامعه در سوئد به دست اومده بود، به عنوان دولت رفاه نامیده میشد، اونها بازپس گرفته شده و به نظر من مبارزه‌ای که الان در سوئد مطرح هست سر این حقوق هست، حقوق پایه مردم. حالا از چه کشوری شما میتونین نام ببرین که به ایدئال یا نزدیک به ایدئال حزبتونه؟ متاسفانه کشوری که ببینید نزدیک به ایدئال‌های ما، خب بالاخره اروپای غربی نزدیکتر به ایدئال‌های ما تا کشورهای آسیایی، به اصطلاح آفریقایی، کشورهای نوع جهان سومی که بگیم. بالاخره میخوام بگم دموکراسی غربی و شرایط غربی نزدیکتر به یک جامعه متمدن انسانی که ما میخوایم، ولی همین جوامع هم بسیار فاصله دارن، به خصوص که الان میبینیم. ببینید الان ما اگر بخواید بگید خودمون رو به کی نزدیک میبینیم، ما خودمون رو به یک جنبشی نزدیک میبینیم که الان در غرب تحت نام جنبش 99% ها سر بلند کرده. ما با اون جنبشیم. شما برید از 99% ها در سوئد
در آمریکا، در فرانسه ببینید دردشون چیه، چرا معترضن. این درد ما هم هست، ما به همون هم معترضیم. اگر من یک سوئدی بودم الان جای معینی داشتم در جنبش 99% یا علیه 1% جامعه سوئد، یا در آمریکا یا در فرانسه. در هر حال این شاید بهتر بتونه نظر من رو و نظر حزب ما رو برسونه. ما با یک جنبش اعتراضی جهانی خودمون رو تداعی میکنیم، نه با هیچ دولتی یا جامعه، با یک جنبش جهانی که علیه سلطه 1% الان در دنیا بلند شده و ما هم فکر کنیم مبارزه ما در واقع در ایران هم به یک معنا در این قالب علیه 1% حاکمه، یعنی مافیای اقتصادی مذهبی حاکم بر ایران. آمریکا هم 1% خودشو داره، سوئد هم 1% خودشو داره و این جنبش عظیم جنبشی است که حزب کمونیست کارگری خودشو با اون تداعی میبینه و خودشو اونجا پیدا میکنه. اگر اتحادی هست، اگر وحدتی هست، اتحاد و همسویی و همراهی با این جنبش 99% هاست علیه سلطه 1% سرمایه‌دار در همه دنیا. با سپاس از شما آقای حمید تقوایی. من هم تشکر میکنم.